اکتیو، رادیو اکتیو، رادیو اکتیو. سلام و عرض ادب خدمت همه شما یاران و همراهان و همیاران رادیو اکتیو. بله، من هم سلام میکنم از وسط مازوت و بیبرقی و بیبرگی و ماینر و واکسن برکت و بیت کوین و موشک بالستیک و تخصص ایمونولوژی عظما و جسد مصباح یزدی با چشمای مهربانانش. چی شو؟ خدا وکیلی یه سوسماس نداشت؟ سوسماس گلمون یرسه. محسن بابا برنامه رو از ریتم ننداز، یه سلام اکتیو داریم میکنیم دیگه. بله آقا، بریم که تو رادیو اکتیو امروز خیلی کار داریم، اونم با ریتم بالا. سوسماس. این برجام جر خورده و اون موشک بی هسته و تحریم بشویم با یک دولت پر خورده و اون ظریف پربسته و برجام برود باز. بار غم و پشت خم و فتنه که در هر قدم و لرزش دستم، این کشتی بی لنگر و طوفانی و عظما بمیرد وای وای وای. ای وای چه حالی، چه نظامی، چه عزایی، ای وای چه اوضاع درانی، چه فضایی، اون مجلس و اون دولت و اون بیت بلایی، ای وای از این قوه دزدان قضایی. مقام عظمای ولایت طی بیاناتی اظهار داشت ورود واکسن از انگلیس و فرانسه و آمریکا به ایران ممنوع است. ببخشید حضرت آقا در مورد قطعی برق نظری ندارن؟ لاجب مازوت بیانیه داهیانه نداشتن؟ این رهبر فرزانه، رهبر الهه، رهبر نسترن فقط تخصصشون در حیطه ایمونولوژی و زیست سلولی و مولکولی و بیوشیمی و واکسن دیگه ها؟ وزیر بهداشت فرمودند کسانی که به خوراک صدف حساسیت داشته باشند احتمالاً به واکسن کرونا هم حساسیت خواهند داشت. صدف؟ خونت خراب، ما کی صدف خوردیم؟ حداقل یه طوری واکسن رو تهیه کنید که رو عدسی و یتیمچه و املت واکنش نشون بده. دوستان فعلا صدف نخورن تا ببینیم چه خاکی ده میان سرمون بکنیم. سپاه پاسداران اعلام کرد فناوری موشکی وارد فاز ساخت موشک‌های بالستیک شده. ای سازنده موشک‌های بالستیک نقطه زن، ای سازنده واکسن کرونا، ای پیش رو در صنعت علم و نانو، القرای جهان اسلام، ای ماینر بیت کوین، این برق و وصل کن، برفک‌ها یخچالمون آب شد. وا بده بابا، وا بده. حاجی بله، اگه عظما کلشه ما کجا قایم بشیم؟ سوال نداره این که تو سوراخ موش دیگه. نه من خر عظما نمیشم، اگر بشم کشته میشم. بیا 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 ولی فقی پروداکشن. بری به من گو، در گوش من گو، با اعتدال گو، زهر تو دستش بود. من خر عظما نمیشم. چرا نمیشی؟ اگر بشم کله میشم. من دلم باراکو میخواد، من دلم باراکو میخواد، باراک ولی نمیاد، باراک ولی نمیاد. عظما باید قرش بده، عظما باید قرش بده، با یه نم اشوه یه هوا کرشمه. بمیری الهی دیگه چی میخواهی؟ عراقو بده، موشکو بده، عراقو بده، موشکو بده. اکبر از اول چه بد کرد، غلط کرد که قرداد به آمریکا دسر داد، نظاممون رو جرداد. حسن بی من و حتما غلط کرد که تاق زد،
به آمریکا چراغ زد باهاش قهوه داغ زد دیگه حالی به آدم میمونه احوالی به آدم میمونه دیگه حالی به آدم میمونه احوالی به آدم میمونه بری اوضاع خرابه که برجام بی جوابه دل عظما کبابه همش تو پیچ و تابه بمیری الهی. شنوندگان عزیز، دشمنان نظام و تلویزیون‌های ماهواره‌ای تلاش می‌کنند تا موضوع قطعی برق و آلودگی هوا رو امنیتی جلوه بدن و از اون در راستای فتنه‌گری استفاده کنند. به سطح شهر میریم تا نظر واقعی مردم رو جویا بشیم. دوست عزیز سلام، نظر شما راجع به قطعی برق چیه؟ با سلام به مقام عظما آقا، بسیار عالیه. من از دوستان چینیمون تشکر میکنم که با کشت و کار بیتکورن برق رو که یک پدیده استکباری هست از خونه های ما قطع کردن و ما رو به همدیگه نزدیکتر کردن. الان از وقتی برق قطع شده من خیلی بیشتر به پدرم سر میزنم، ضمن اینکه در صدر اسلام هم برق نبوده. این قلب زده بازی ها رو بذاریم کنار و کاش که این قطعی برق دائمی بشه آقا. بله، اینجا یک هموطنی به طور اتفاقی در کادر دوربین اومدن، من باشون صحبت کنم. آقا شما میخواستین در مورد قطع و وصل برق نکته‌ای بگین؟ بله، ببخشید باید صدامو عوض می‌کردم. بله، این قطع و وصل برق خیلی خوبه، چون اینقدر واسه قطع و وصل شدنش صلوات فرستادیم که خونمون رنگ و بوی مسجد گرفته آقا. اصلا ما که مشکل برق نداریم که. مسئولین 200-300 میلیون صلوات نذر کرده بودن، اینطوری دارن نذرشون رو ادا میکنن. اصلا این مادر بزرگ من هر موقع برق قطع و وصل میشه صلوات میفرسته. الان انقدر تون قطع و وصل میشه که بنده خدا اتصالی کرده داره صلوات میفرسته، یهو برق قطع میشه وسطش به امام فحش میده بدجور. بله خیلی متشکرم. اینجا میبینیم که دوست عزیز دیگری هم هستند که خیلی بیتابی میکنن که نظرشون رو راجع به آلودگی هوا بگن. بفرمایید. خیلی متشکرم. با سلام به مقام عظما. آلودگی هوا موهبتی بود که نصیب ما شد. همین باعث شده که من بیشتر پیش خانواده‌ام باشم، بهشون توجه کنم. البته میخوام تاکید بکنم که موضوع کربن، پارازیت اینا همه سرشار از مواد مغذی و مولتی ویتامینه که باعث افزایش شادابی و نشاط میشه. با تشکر. شعر محلی برگلا، هم شهری و هم دیوتی برگلا، عظما بی عین تشی برگلا، تشتکت ون کالی برگلا، بنه بخرده آسی دلی برگلا، بچون بکرده خوشحالی برگلا، انتخابات فرمایشی برگلا، دوادکت نه سگ و بومشی برگلا، برگلا ریکا مازنی برگلا، برگلا کیجا مازنی برگلا، انتخابات فرمایشی برگلا، دوادکت نه سگ و بومشی برگلا، برگلا ریکا مازنی برگلا، برگلا کیجا مازنی برگلا. برور مشتمو به محفظ چکره. اوموس سرد شد هوا. جانم تو برون بخاری رو روشن کن. نه بابا چی روشن کن؟ وزیر نیرو گفته که مصرف گاز زیاد شده، بفهمه روشن کردیم ناراحت میشه. خب یعنی چیکار کنیم؟ خاموش کنیم سرما بخوریم؟ بیا پایین این صحبت‌ها. سرما بخوری وزیر بهداشت شاکی میشه، اونم اساسیه. خب یعنی چیکار کنیم؟ بمونیم تو خونه هیچ کار نکنیم؟ نگو خیته بابا. جواب وزیر اقتصاد چی میخوای بدی آخه تو؟ یعنی منظورت اینه که بریم بیرون؟ بیرون که اصلا صحبتشو نکن. ستاد مبارزه با کرونا اصلا حالشون گرفته میشه، نه اصلا ضایعه. خب پس چطوری زنده بمونیم؟ اون که اصلا صحبتشو نکن. زنده موندن مقام عثمان ناراحت میشه. تو هم که برانداز اصلا کهیر میزنه صورتش. یعنی بمیریم پس دیگه؟ حالا بستگی داره، از کرونا بمیری، از مازوت بمیری، از گرونی بمیری. گزینه‌ها زیاده تو این مملکت. واقعا آدم گیج میشه. تهش چیکار کنیم آخه؟ والا من خودم هم موندن.
جان؟ از اتاق فرمان میگن که جوابش تو آیتم بعدیه. بریم ببینیم. چه ها آوردی سرمون مرگ بر سیدلی، بیرون شده کشورمون مرگ بر سیدلی، بلای جونمون شدی مرگ بر سیدلی، اولمون و آخرمون مرگ بر سیدلی، راحل بشی سیدلی، باطل بشی سیدلی، راحل بشی سیدلی، باطل بشی سیدلی، گفتی براندازار من همونم تا آخرش تو خیابون میمونم. آهای مقام عظمای موقت، مادر تو من به ازاد میشونم. راحل بشی سیدلی، باطل بشی سیدلی، راحل بشی سیدلی، باطل بشی سیدلی، سیدلی. این غزال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید. عجب. این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قسم میدادم که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد. عجب. بله. یه نگاه مهربانانه کرد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آبغورگیر اعظم امام جمعه نمره موقت تهران حضرت حجت الاسلام صدیقی هستیم. ایشون گفتنی هایی از آخرین لحظات خاکسپاری آیت الله تمساح یزدی داشتن که از زبون خودشون میشنویم. با سلام از کرامات این عزیز بزرگوار، هر چقدر بگم بازم کمه. وقتی پیکر قناس ایشون رو سنگ مرد شورخونه انداختن، ایشون ناگهان چشماشون رو باز کردن، با یه نگاه مهربانانه خطاب به غسال گفتن موقع شستشو مواظب باش، شامپو به چشمای من نره که میسوزه. عجب عجب، یه وجب، دو وجب، سه وجب. حاج آقا پس حتما به همون خاطر بوده که غسال از سر شروع نکردن و از پاشون شروع کردن، درسته؟ نخه، غسال وقتی خواست از پا شروع کنه، ایشون دوباره چشماشونو باز کردن، یه نگاه شیطونانه به غسال نگاه کردن و گفتن کف پام و سنگ پا نزن که من خیلی قلقلکه. ای جان ای جان ای جان، حاج آقا اون غساله چه حالی داشته؟ بالاخره غساله از کجا شروع کردن؟ غسال به سمت گردن شیخ عارف ما رفت که ناگهان تمساح چشماشو باز کرد، یه نگاه خیلی مشنگنانه کرد و گفت گردن فوله. ای وای ای وای ای وای، آقا بالاخره شستن ایشونو یا نه؟ حالتی بر غسال رفت که غسال خانه به فریاد آمد. حاج تمساح تا اومد دوباره چشش رو باز کنه و اون نگاه ولایت مدارنانه رو بکنه که دیگه غسال طاقت نیاورد، با همون صابون مراغه حالتی بر غسال رفت که غسال خانه به فریاد آمد. حاج تمساح تا اومد دوباره چشش رو باز کنه و اون نگاه ولایت مدارنانش رو بکنه که دیگه غسال طاقت نیاورد، با همون صابون مراغه اندازه کله شما کوبید بر سر حاج تمساح یزدی که دیگه ایشون چشماشون رو باز نکردن و دیگه رفتن. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. تو که سنگ میزنی واسه پاهت به دلم، تحریم خفم کرده و من جر و جرم، کرونا که نکرده کمکی، بیچاره شدم با نمکی، نظام به زمین و حواس چقدر بدم پوز علکی. آخ دهنم صاف شد،
آقای شلیلچی رو دوباره دعوت کردیم، معاون وزیر بهداشت، تا تشریف بیارن و دوباره در رابطه با داستان واکسن توضیحات تخصصی ارائه بدن. بله، با سلام به همه عاشقان واکسن برکت و ولایت، در خدمتتون هستیم با جدیدترین دستاوردهای پزشکی. آقای شلیلچی، برای مقابله با ویروس کرونای انگلیسی، این انگلیسیه که میگن اومده، این چه تدابیری اندیشیده شده؟ والا جمهوری اسلامی کار رو مثل همیشه راحت کرده. اگه خدای نکرده به کرونای انگلیسی مبتلا شدید، آلت شیفت رو با هم دیگه بگیرید به کرونای فارسی تبدیل میشه، بعد دیگه خلاصه دیگه واکسن برکت هست. آقای دکتر، این واکسن داخلی که درست کردین چه مزیت‌هایی نسبت به واکسن فایزر داره؟ والا واکسن خیلی شیک و با دوام و نسوز هستش، دروه، جا باز میکنه، اصلا بشور بپوش، اصلا خیلی وضعیت خوبی داره. شرایط نگهداری واکسن فایزر منفی 80 درجه است، مدرنا منفی 20 درجه، واکسن ولایی برکت 8 درجه بالای صفر. یعنی فریزر و اینا که هیچ، بذاریش تو جیب کتت هم هیچ مشکلی نداره. بله. آقای دکتر، این شایعه که میگن در واقع نظام نمیخواد هزینه این واکسن رو بده درسته؟ نه خیر آقا، نه. ما فقط به فکر عوارض این واکسن هستیم. ببینید واکسن فایزر 73 تا عارضه داره، یعنی شما صدقه هم بدی 70 تاشو دفع میکنه، 3 تاش میمونه که نمیصرفه. اصلا کلا ما واکسن نیاز نداریم. ما خودمون 22 بهمن داریم که اگه دقت کنید هرچه بهش نزدیکتر بشیم آمار ابتلا به کرونا به سمت 0 میل میکنه. آقای دکتر، یعنی شما معتقدین که واکسن داخلی هیچ عوارضی نداره؟ هیچ عارضه‌ای نداره. من اطمینان میدم به ملت غیورمون، آب مقطر که اصلا عارضه نداره که آقا جون. محسن جانم. داشتم فکر میکردم که این اسامی هم داستان جالبی دارن. اسما یعنی دهه‌های مختلف که عوض میشه، اسما هم جنسشون عوض میشه. چیز نکته جالبی گفتی، من تا حالا اصلا بهش فکرم نکرده بودم. آره ببین، مثلا یه زمانی اسما بود احسان الله خان، نمیدونم قمرالملوک، شرف النساء. دقیقاً. مثلا بعد یه نسل گذشت اسما شد مثلا پدرام، کامران، نیلوفر، سارا، محسن، مهران. الانم که رسیده به دهه 80 و نودجابیز و آیسودا و آره همینا، سویتلانا و هیهوتنا و گوجو و اینا. حالا 1400 به بعد چی میشه این اسما؟ والا خب اونو دیگه میشه بر اساس همین روند حد زد دیگه. قطع البرق و مازوت الاحوا و امیر کرونا و نازنین ویروس و بیبی کویده و قرنطینه و سلطنه و مبتلا الدوله و عبدالماسک و الکل میرزا و دیگه بس محسن جان. خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما. برنامه دیگه البته اگه مازوت هوای مقدار کمتر بشه، واکسن کرونا هم بیاد، برقم اگه بود، میبینیم همدیگه رو. مهران جان، سوسماس. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.